مولانا محمد ابن عبدالله صوفی مازندرانی، عارف، فیلسوف و شاعر بزرگ و ناشناخته سده‌های 10 و 11 هجری است که از آمل طبرستان به فارس و حجاز و پس از آن به هندوستان مهاجرت کرد و در آنجا مراتب علم و عرفان و ادبش مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتی امروزه نیز در شبه قاره هند بسیار بیش از ایران شناخته شده است. در زمانه صوفی شاعران برای تأمین هزینه‌های زندگی خود معمولاً با زبان شعر به مدح حاکمان و ثروتمندان می پرداختند، اما صوفی مازندرانی روحی بلند و آزاده داشت و با وجود فقر و تنگ دستی هرگز حاضر به مدیح سرایی صاحبان قدرت نشد و حتی از پذیرش سنها و مقام‌هایی که از حکومت‌ها به او پیشنهاد شد سر باز زد. شعرهای صوفی مازندرانی از نظر فرم و محتوا بسیار ویژه‌اند. او شعر لطیف عرفانی را گاهی به شیوهی حماسی می سرود و از این رو تضاد ریتمیک ظریف و زیبایی را در سرایش اشعار عرفانی پدید آورد و شگفت آنکه گرچه از شیوه‌های بیانی و واژگانی بسیار ساده بهره می‌گیرد، اما اشعارش دارای مفاهیم بلند و بسیار پیچیده فلسفی و عرفانی است. صوفی مازندرانی مردی وارسته، فروتن و مهربان بود و در تمامی زندگی خود هیچ تلاشی برای شهرت نه تنها در دربار سلاطین، حتی در محافل علمی هم نکرد و با وجود مراتب بلند عرفانی، ادبی و علمیش پیوسته در لباس اهل فقر زندگی می کرد و در میان مردم به ارشاد خلق می پرداخت و از این رو هیچگاه در حد و اندازه های شخصیت والایش شناخته نشد. جالب آنکه در دیوان صوفی مازندرانی افزون بر غزلیاتی که بازتاب عرفان نظری و حکمت الهی اوست، برخی اندیشه های فلسفی جدید نیز یافت می شود که حدود 2 قرن پس از او مشابه آن در برخی مکتب‌های فلسفی اروپا مطرح شد و به اوج رسید. از میان آثار مولانا محمد صوفی مازندرانی فقط دیوان اشعار او در ایران تنها یک بار در سال 1347 به کوشش استاد طاهری شهاب به چاپ رسید و پس از درگذشت استاد متاسفانه همه چیز دوباره به فراموشی سپرده شد. صوفی مازندرانی در اشعار خود محمد تخلص می کرد. این 2 بیت از دیوان اشعار اوست. از آن زین جهان دست برداشتم که در خود جهانی دگر داشتم. می و عشق را در هم آمیختند، وجود محمد از آن ریختند.